سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم به قسمت ششم. توی این قسمت قراره با هم دیگه اصلاح رنگ و نور یک ویدیو رو به صورت کامل و دقیق آموزش ببینیم. چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید، بریم که با هم آموزشش رو ببینیم. خب برای اصلاح رنگ و نور همونطور که گفتم ما از بخش فیلتر و ادجاست استفاده می‌کنیم که من اولش ادجاست رو بهتون آموزش میدم، بعد میریم سراغ فیلتر چون بخش مهمش همون بخش ادجاست هست. در واقع بچه‌ها هر چیزی که میگم رو اینجا بنویسین قشنگ که چی برای چیه، مثلا برایتنس برای چیه، کانتراست برای چیه، که دیگه ما توی بخش پروژه محور گفتیم کنتراستش رو افزایش بدیم، دیگه نرین دنبال این بگردیم که کنتراست چی کار میکرد. اوکی. اولین قسمتی که میبینید توی بخش ادجاست گزینه اوتو ادجاست هست که چی کار میکنه؟ به صورت خودکار رنگ و نور ویدیوتون رو به صورت یه حالت متعادل تنظیم میکنه. الان رنگ و نور ویدیوی من رو ببینید. وقتی که روش ضربه میزنم ببینید چه اتفاقی افتاد. به صورت اتومات حالا با هوش مصنوعی که کپکات داره اومد این کار رو برام انجام داد که من میتونم فقط میزانش رو کم یا زیاد بکنم. اوکی، خودش گفته روی 80 باشه، اوکیه. من میتونم حالا بیشتر کنم، میتونم بیارم رو صفر که ویدیو برگرده حالت قبلی. اینجا ریست رو بزنم، کانفرم، کلا تغییراتی که اعمال کردم دیلیت میشه. کالر مچ رو که بزنیم چه اتفاقی میفته؟ میتونیم بگیم که مثلا با رنگ و نور این قسمت ویدیو کلا مچ بشه، یا اگه بخش آپلود رو بزنیم میتونیم از گالریمون یه ویدیو رو انتخاب کنیم، بر اساس رنگ و نور اون ویدیو میاد چیکار میکنه؟ میاد رنگ و نور این ویدیومون رو تنظیم میکنه. گزینه بعدی کالر کارکشن هست، برای اصلاح رنگ کلی و تنظیم حالا طبیعی تر شدن تصویرتون استفاده میشه. در واقع اصلاحی انجام میده. ببینید چقدر خوب کارو در میاره. خب ریست رو میزنم. برایتنس، روشنایی کلی تصویرتون رو کم یا زیاد میکنه. بچه این گزینه هایی که دارم میگم برای ادیت عکس هم هست، یعنی شما اگه بیاید با اپلیکیشن لایت روم بخواید عکستون رو ادیت کنید، در واقع همه این گزینه هایی که اینجا میبینید رو دارید. برای همین من از کلمه تصویر استفاده میکنم که هم شامل ویدیو بشه هم شامل عکس بشه. برایتنس گفتیم که روشنایی کلی تصویرتون رو کم یا زیاد میکنه. من تغییرات رو اعمال میکنم. ببینید یه نکته مهمی که میخواستم بهتون بگم بچه‌ها، اگه مثلا من الان گذاشتم برایتنس رو روی 5، کنتراست رو مثلا 10، سچوریشن رو مثلا گذاشتم رو 20، شما این اعداد رو حفظ نکنین که بیاین روی ویدیو هاتون این کار رو انجام بدین، چون هر ویدیویی بر اساس اون نورپردازی که حالا وجود داشته و ضبط شده این اعداد براش متفاوته. یه جای ممکنه نور انقدر زیاد بوده من مجبور میشم مثلا برایتنس رو خیلی کم بکنم. اوکی، پس هیچ جایی اعدادی دیدین اون اعداد رو حفظ نکنین، همه چیز سلیقه‌ای و بر اساس انتخاب خودتونه. برایتنس گفتیم که روشنایی کلی تصویر. اینجا من یه مقدار کمش میکنم، یعنی چون خیلی روشن میشه اگه ببرمش بالا، یه مقدار کمش میکنم. کنتراست در واقع تفاوت بین بخش‌های تیره و روشن رو تنظیم میکنه واسهتون. دقت کنین. اینجا به نظرتون باید چیکار کنیم؟ باید یه مقدار بیاریم بالاتر، مثلا روی 5 کافیه. سچوریشن شدت و زنده بودن رنگ ها رو واسهتون بیشتر یا کمتر میکنه. ببینید اگه سچوریشن بیاد روی 0 ویدیو کلا سیاه‌سفید میشه، در واقع تصویرتون کلا سیاه‌سفید میشه. پس اگه خواستید یک در واقع تصویر سیاه‌سفید داشته باشید، حالا نیاز نیست حتما برید از بخش فیلتر این کار انجام بدید، میتونید سچوریشنش رو کامل ببرید روی منفی ترین حالت. خب اینجا یه مقدار میارم بالاتر، مثلا روی 10 کافیه. بریلینس که جزئیات بخش‌های روشن و تیره رو بدون اینکه رنگ‌ها رو واسهتون خراب بکنه واضح تر میکنه. دقت کنید اینجا یه مقدار باید کم بشه. شارپن لبه ها و خطوط تصاویرتون رو واضح تر نشون میده. در واقع یکی از گزینه هایی که برای افزایش کیفیت تصویر نیاز داریم گزینه شارپن هست که روی 45 میذارمش. کلاریتی در واقع وقتی که بالا میبریدش بافت ها و شفافیت و جزئیات رو بیشتر نشون میده. دقت کنید این گزینه هم یکی از گزینه هایی است که برای افزایش کیفیت تصویر استفاده میشه. HSL Hue Saturation و Lightness که توی این قسمت میتونید برای هر رنگی شما در واقع به صورت جداگونه تون، شدت یا روشنایی اون رو تنظیم بکنین. مثلا وقتی روی رنگ قرمز هستین
هیو رو که دست بزنیم میشه چی؟ میشه توناژ اون رنگ قرمزی که دارین. ببینید رنگ لبم یا رنگ پوستم رو. خب سچوریشن در واقع قسمت رنگ قرمز رو دست بزنم میشه شدتش. دقت کنید. و لایتنسش میشه چی؟ میشه روشنایی رنگ قرمز که همشو میذارم روی همون صفر بمونه. فعلا نمیخوام برای این ویدیو دستکاری کنم. پس HSL میشه Hue Saturation Lightness که برای هر رنگی شما میتونید توناژ، شدت و روشنایی رو دستکاری بکنید. برای ویدیوهایی که توی طبیعت هست خیلی کاربردیه. گراف چیه؟ تنظیم دقیق نور، کنتراست و رنگ با منحنی ها. چرا؟ چون اینجا کنترلمون روی در واقع این مواردی که گفتم که نور، کنتراست و در واقع رنگ ها بود خیلی حرفه‌ای تره، یعنی کنترلمون بیشتره. ببینید هر قسمتی رو که میتونید تغییر بدید تا به اون نتیجه دلخواهتون برسید. خیلی چیز شد. آها اینجا خوبه. اینجا یکم پایین تر. خب این از این. هایلایت برای چیه؟ روشنایی قسمت های در واقع خیلی روشن اون تصویرتون رو کنترل میکنه. ببینید میزان روشنایی رو میتونید باهاش کنترل کنید که من اینجا یه مقدار حالا میارم بالاتر. شادو هم تیرگی قسمت های سایه‌دار رو براتون تنظیم میکنه. اینجا شادو رو یه مقدار میارم بالاتر. خب و قسمت وایت هم شدت سفیدترین بخش های ویدیو رو یا همون تصویرتون رو در واقع تغییر میده. میذارمش روی -5. بلک هم تیرگی رو کنترل میکنه واسهتون. برعکس وایت هست در واقع. تمپ که همون تمپریچر یا دما است، رنگ ویدیوتون رو میتونید باش سرد و گرم کنید. بالا ببرید رنگ های گرم، پایین بیارید رنگ های سرد که من اینجا یه مقدار میخوام رنگش مثلا سرد باشه. سلیقه‌ای کاملا. و هیو هم که گفتیم توناژ کلی رنگ ها رو تغییر میده. این هیو با اون هیو فرق میکنه. اونجا برای هر رنگ جداگونه بود، اینجا رنگ کلی ویدیوتون هست. اوکی. و فید هم که رنگ و کنتراست رو در واقع ملایم تر میکنه. اینجا نمیخوامش زیاد، خواهم روی صرف باشه. ویجنته یا همون در واقع بعضی بهش میگن وینتیج که اصطلاح اشتباهی به نظرم. اطراف ویدیوتون رو بیارید اگه به سمت منفی سفید میکنه و اگه بیاریدش بالاتر اطرافش رو مشکی میکنه که این هم برای افزایش کیفیت استفاده میشه. چرا؟ چون تمرکز رو میبره به سمت مرکز ویدیو. اوکی. و گزینه آخر گزینه گرین هست که نویز مصنوعی اضافه میکنه. ببینید دقت کنید. میتونید برای ویدیوهایی که حالا یا تصاویری که میخواید حس تصاویر قدیمی یا سینمایی بده ازش استفاده بکنید. اینجا یه مقدار میخوام نویز داشته باشه. 20 خوبه. خب وقتی کارتون تمام شد روی گزینه تیک ضربه میزنید و این ادجاست براتون اعمال میشه. اوکی. الان من دیلیت میکنم. یه لحظه دقت کنیم مثلا به این تیکه. این رنگ و نور ویدیوم بود شد این. خب چی کم داره الان؟ فیلتر کم داره. فیلترهایی که اینجا داریم یه سری رنگ های آماده است که میتونیم بدیم به ویدیومون، به تصویرمون. عذرخواهی میکنم. و رنگ و نورش در واقع کاملا خوب و درست در بیاد. مثلا من اینو انتخاب میکنم. ببینید میتونید میزانش رو کم و زیاد هم بکنید. روی 50 فعلا راضیم ازش. میریم روی بعدی. اینجا هم بچه‌ها روی هر کدوم نگه دارید میره توی بخش فیوریت هاتون، یعنی میاد توی این قسمت. خب 4K انتخاب میکنیم ببینیم چه جوری میشه. 4K هم خوبه. بعد میایم مثلا اورنج بلو رو من خیلی دوست دارم خودم. ببینید چقدر خوب در میاد. خب یه باگی که اینجا کار من داره چیه؟ من توی بخش ادجاست بچه اگه میخواین تغییراتی که به وجود آوردین رو در واقع ادیت بکنین، میاین روی اون ادجاست ضربه میزنین، میاین دوباره گزینه ادجاست رو میزنین، اینجا میتونین دوباره ادیت کنین. مشکل کار من چیه؟ یه مقدار هایلایت ها رو باید کم بکنم که اون نور روی پیشونیم کمتر بشه و یه مقداری وایت رو کمتر بکنم
و کار بعدی که باید انجام بدم اینه که برایتنس رو یه مقدار باز کمتر بکنم. خب اوکی، الان راضیم ازش. یه دور ویدیو رو با هم ببینیم. ماشین باز نیستی اگه هنوز با ماشینت از این ویدیوها درست نکردی. اینو داشته باشین. میخوام پاک کنم این فیلتر ادجاست. ببین حالا ماشین باز نیستی اگه هنوز با ماشینت از این ویدیوها درست نکردی. حالا میخوام با اون فیلتر ادجاستی که گذاشتم براتون بذارم. ماشین باز نیستی اگه هنوز با ماشینت از این ویدیوها درست نکردی. دیدین چقدر تغییر کرد، بهتر شد. خب این از بخش ادجاست و فیلتر که برای اصلاح رنگ و نور ویدیوهاتون میتونین ازش استفاده بکنید. خیلی خوشحالم که تا اینجای آموزش با من همراه بودید. تا آموزش های بعدی فعلا خدا نگهدار.